با سپارش اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد دستگیری اجتماعی اقتصادی طبیبان جمهوری و نفرانی که به بیماری نوی کرونا ویروس کووید 19 گرفتار شدند در کاروان عبارت از 45 ماشین پربار کمک مادی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از پایتخت مملکت به ولایت بدخشان روانه گردید. این تحفه ارزشمند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بیماران و طبیبان ولایت نیمه دوم روز 15 می سال جاری وارد دروازه بدخشان ناحیه درواز گردید. کاروان کمک ها را مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت بدخشان در درآمدگاه ناحیه صمیمانه استقبال گرفته از این غمخواری های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و منتداری ساکنان ولایت را بیان داشتند. به همه شخصان مبتلای بیماری ویروس نو و طبیبان 8 شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان در حجم 500 تن مواد خوراکواری با مبلغ قریب 3 میلیون سومانی دسترس می‌گردد. مردم درباز دست سخای یاری پیشوای ملت را بالای سر خود دائما حس میکنیم. ما از غمخواری های بی‌نظیر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نهایت منت داریم، چون در این روزها او در روزهایی که وبای عصر محیط درباز و بدخشان را قریب فرا گرفته استاده است دست یاری دراز کرده برای سلامتی حفظ مردم درباز بدخشان کمکی به اندازه زیادی کرده است. ما از خدمت‌های پیشوای ملت بسیار خوشنود و بسیار منتداریم. موادهای عضوخواری اساساً از مالهای نیاز اول آرد، برنج، روغن، شکر، کارتوشک، سبزی، پیاز و دیگر خوراکواری عبارت است. در قطار ماشین‌های مواد عضوخواری به شهر و ناحیه‌های ولایت بدخشان با مبلغ عمومی 2 میلیون سومانی مواد ضروری داروواری و به بیمارخانه‌های مرکزی ولایت یک автомاشین یاری تجلی تحفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شامل این کمک‌ها بود. علاوه با مواد داروواری به طبیبان بیمارخانه ولایت سر و لباس طبی، نقاب، دستپوشک، اسباب‌های محافظتی، ماده‌های بی‌ضررگردانی، آنتیسپتیکی و دیگر واسطه‌های تکنیکی طبی کمک کرده می شود. یادآور می شویم که چند روز پیش با دستور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به تمام انشاءات ساحه اجتماعی شهر و ناحیه‌های ولایت بدخشان علاوه 500 تن انگشت دسترس گردید. از این یاری بشردوستانه جناب عالی پیشوای ملت از صمیم دل منتدار هستیم که همه وقت دست مدد و بالای سر مردم شریف درواز است، مردم بدخشان است و مردم درواز از صدق دل صدقاً او را دوست می‌دارند و همه فرمایش‌های را از جان دل اجرا می‌کنند. جناب عالی پیشوای ملت یاری و مدد و امروز هم بر الان نمایان است که برای مردم درواز، برای کل مردم تاجیکستان خدمتی از صمیم دل کرده ایستاده است
و از روی نخستین روزهای نخستینی که سروری مردم تاجیک شد، از روزهای نخستین تا امروز او بانده نشده مهنت کرده ایستاده است. برای خلق تاجیک، برای مردم مهنتکش تمامی هستی خود را صرف کرده ایستاد. آن قسم هایی که وی در ابتدای دسر حاکمیت آمدنش گفته بود، همه آنها را از دل جان بجا آورده ایستاد. ما از جناب عالی بسیار میندار هستیم. کمک ذکر شده به طبیبان و تمام بیماران به ویروس نو کرونا مبتلا شده ولایت بدخشان را فرا گرفته نشانه غمخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به کارمندان ساحه تندرستی بیماران و در مجموع مردم شریف تاجیکستان میباشد. با مقصد به طور شفاف، مقصدناک و سراغوی دسترس نمودن مواد دارویی و مال و محصولات خوراکواری به شهر و ناحیه‌های جمهوری از حساب اعضای حکومت مملکت، کارمندان مسئول دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ستاد جمهوری اوید به پیشگیری پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت شامل گروه کاری می باشند.